سلام به همه عزیزان. چه عزیزانی که در واقع توی گوگل میت هستن و چه عزیزانی که در لایو هستن. بذارید من توی پین بکنم این پیام رو تا همه بدونن. لایو بدن در جنگ. سلام به عزیزانی که تازه در صفحه اینستاگرام ما ملحق شدن و عزیزان دیگه‌ای که در گوگل میت همراه ما هستن. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و روزگار در واقع بهتر از چند وقت پیش بر شما بگذره. عزیزان، اگه موافق هستین شروع بکنیم، چون دیر وقتم هست. نمیخوام که بیشتر از این وقت شما عزیزان رو بگیرم. ام، دوستانی که بلد هستند در واقع توی گوگل میت در واقع میتونن اگه سوالی دارن در قسمت Q&A رو اگه بزنن، بچه‌ای که تو مدرسه من نو هستن میدونن کجا میتونین اینجا صحبت بکنین صحبتاتون رو، ولی من در آخرم برای شما باز میکنم. منتها به خاطر اینکه حواسمون پرت نشه، چون ورکشاپ بسیار مهمیه، اگه اجازه بدین کم کم شروع میکنیم و من کامنت ها رو میبندم و به امید اینکه بتونیم آماده تر باشیم برای روزهای بحرانی. چون به قول پوپر فیلسوف معروف میگه که زندگی سراسر رنجه و حداقل به من ثابت شده که اینطوریه واقعا و باید آماده باشیم. خب دوستانی که توی این اینستاگرام هستن، من یه خواهشی که از شما دارم، به خاطر اینکه خیلی قطع و وصل میشه، به خصوص عزیزانی که تو ایران هستن پیام داده بودن خیلی که ممکنه قطع و وصل بشه، میتونید شما از طریق گوگل میت وارد بشین. گوگل میت در واقع خوبیش اینه عزیزان که بدون وی پی ان میتونید وارد بشین. لینکش هم حتی تو استوریای آخر گذاشتیم ما و میتونین وارد بشین و هم اسلایدا رو ببینید، چه اسلایدا مهمه که شما داشته باشین. به خاطر همین عزیزانم اگه اجازه بدین میبندم کامنت ها رو تا شروع بکنیم و بعد در آخر باز میکنم. خب مرسی از عزیزانی که در واقع در بخش گوگل میت هستن. خوش آمد میگم به تک تک شما عزیزان و مرسی عزیزان، مرسی. خب بدن در جنگ، چه ورکشاپی! یعنی واقعا یکی از شاید برای من هم مهمترین و هم غم‌انگیزترین ورکشاپ هایی که دارم این روزا برای شما آماده میکنم و امروز اولیشه. 2 تا دیگه هم تو این هفته هست و بیایم قبل از اینکه درباره بدن، ترس یا آمادگی حرف بزنیم، بیایم مقدار مکث بکنیم. قبلش این معرفی کوچیکی من بکنم خودمو، چون من فکر می‌کنم خیلی از عزیزان شاید تازه به صفحه من ملحق شدن. من جولیت هستم، یه خانم بلوچ که سالهاست که به همراه خانوادم مهاجرت کردم. دبیرستان و زاهدان بودم، دانشگاه الزهرا درس خوندم اونجا و بعد مهاجرت کردم به کشور زیبای مالزی در دانشگاه UM. اونجا روانشناسی فوق لیسانس هم گرفتم و بعد یه سری کارهای تحقیقاتی رو وارد شدم به عنوان محقق در دانشگاه اوتریخت هلند، به عنوان کسی که روی خشونت در زنان کار کرد و بعد از اون به آرزویی که از دبیرستان داشتم و عاشقش بودم، امیدوار بودم که یه روزی بتونم وارد دانشگاه لایپزیگ بشم. لایپزیگ آلمان که مهد روانشناسی دنیاست، اولین لابراتوار روانشناسی دنیا توسط ویلیام وونت اونجا تأسیس شده. من دوست داشتم اونجا در واقع درس بخونم، ولی داستانش طولانیه دیگه. خیلی توی پادکستم حرف زدم در موردش و دکترامو در سال 2017 از این دانشگاه با نمره بسیار خوب گرفتم، خدا رو شکر. و نکته مهمی که هست اینه که موضوع تز من دقیقاً برای این روزهاست. موضوع تز دکترای من این بود که چطوری برای شرایط بحرانی از نظر روانی آماده بشیم.
و یک تولز یا ابزاری رو در واقع تو این تز در واقع من به همراه اساتید آلمانی و ایرانی ساختم و یافته‌هاش بعد از مدتی خیلی به من کمک کرد. به خصوص در حوزه تروما که من وارد شدم، اینجا اساتید آلمانی خیلی به من یه دانش عمیقی در مورد تروما دادن و این همزمان با این بود که خودم هم در واقع التیام پیدا می‌کردم و می‌دونستم این درد من از اینجا بوده. خلاصه بعد از این که عزیزان 2017 دکترام خودم گرفتم، وارد کار درمان شدم در بیمارستان مطرح شهر برلین و بعد از اون برگشتم به کار تحقیقاتی چون دوست داشتم. دوره پسادکترا یا فکر کنم نمیدونم دوره بعد از دکترا یا فوق دکترای خودم و اینجا در دانشگاه علوم پزشکی شریعه برلین در گروه نوروساینس در واقع انجام دادم. یه پروژه برین لب بود که بسیار پروژه ارزشمندی بود که دید من رو بیشتر به مقوله‌های نوروساینس باز کرد. و کار تحقیقاتی الانم دارم انجام میدم. در کنارش خب به عنوان روانشناس خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان هستم، در خدمت مراجعین عزیزم و اینکه امروز اینجا هستم. شاید یکی از ویژگی‌های ما آدم هاست، ایرانی ها به خصوص، که دلمون میخواد هر جور شده در هر زمانی کنار هم دیگه باشیم و منم بر اساس این دانش اندکی که دارم سعی کردم در این مدت کنار شما باشم. به خاطر همین تصمیم گرفتم که در این هفته 3 تا ورکشاپ رو برگزار کنم و اینکه آماده بشیم بر اساس یافته‌های علم چی میگه، چیکار باید بکنیم بدن که در این وضعیت هست و همچنین در واقع سیستم عصبی چه حالتی داره و چطور میشه آماده شد. البته در شروع بحرانی که در ایران اتفاق افتاد در 17 و 18 دی، بعدش من یه ورکشاپ هم بلافاصله برگزار کردم که در شرایط فوق بحرانی بود و در واقع در کانال یوتیوب اون ورکشاپ هم آماده است برای شما و امروز میریم که در مورد بدن در جنگ بگیم، چون شرایطی که میبینین دیگه هر لحظه ممکنه که در واقع جنگ بشه، شرایط نابسامان بشه. ولی امشب قبل از این که درباره بدن، ترس یا اصلا آمادگی روانی حرف بزنیم، یه مکث بکنیم. تو هفته‌ها و ماه گذشته جان‌هایی در این سرزمین خاموش شدن، کشته شدن. پدر، مادر، دختر، پسر، دوست، هر چیزی، هر نامی که واقعا جهانی از امید بود برای خانواده‌اش، برای مملکت. و وقتی که زندگی این گونه قطع میشه، دیگه فقط یه خانواده داغدار نیست، واقعا یک جامعه زخم عمیقی برداشته و این سوگ واقعا اینطوری نیست که فقط بگیم که من احساس غم دارم. نه، این سوگ اینقدر عمیقه، اینقدر دردناکه که هر روز اینقدر پیام‌های زیادی در دایرکت میگیرم که خانم دکتر بدنم منقبض شده. مراجعینم میگن که شونه هامون، نفسمون بالا نمیاد، درد میاد، نفس میخوایم بکشیم، بیخوابی های طولانی. شخصا با شما به اشتراک گذاشتم که من خودم چقدر بوده تو اون شب‌ها که بیدار شدم تا خبر چک کنم. برای خود منم حتی اتفاق افتاده، چون این فراتر از هر چیزیه که میتونیم تصور بکنیم. من فکر می‌کنم تو جهانی که خشونت میتونه عادی بشه، واقعا انسان موندن برای ما میتونه یک انتخاب آگاهانه باشه. 40 این عزیزان چند روز پیش بود و درسته که این روزها داره میره، ولی باور کنین رد این زخم در فرزندان و نوه‌ها و نواده ما دیده خواهد شد و ما هیچ وقت نباید یادمون بره ستایش شجاعتی که هیچ کس داوطلبش نشد باشه. بازماندگان این عزیزان، در ستایش اونهایی که زندگیشون تو یه لحظه به قبل و بعد تقسیم شد. با این حال هنوزم امیدوارن، هر روز بیدار میشن، به مسئولیت زندگیشون با این غم بزرگ دارن ادامه میدن. از شما میخوام قبل از شروع این ورکشاپ بیایم با هم به احترام این عزیزانمون دستمون رو بذاریم روی قلبمون و یه دقیقه سکوت بکنیم و سعی کنیم با تمام قلبمون براشون دعا بکنیم. آرزوی هر چیزی که فکر میکنی تو دلت هست بهشون بگو.
این نفس‌های ما برای نفس‌های اون کسایی که دیگه نفس نمی‌کشن و برای ما که هنوز مسئول زندگی کردنیم. ما هیچ وقت سوگ رو به نفرت تبدیل نمی‌کنیم. ما سوگ رو به آگاهی تبدیل می‌کنیم. به مراقبت از بدن، روان، به نگه داشتن یک همدیگه، به اینکه بیشتر از همیشه کنار همدیگه باشیم. و امشب قرار نیست که ما بگیم می‌خوایم کن فیکن بکنیم. نه. قرار آغاز مسیری باشه که بیشتر از قبل مواظب خودمون باشیم. ببینیم وقتی جامعه‌ای که در سوگ باشه، بدن‌ها بدل میلیون‌ها نفر تو این چند هفته گذشته وارد حالت آماده باش بود یا خاموشی. و امشب بهتون یاد میدم کم کم در این مدت که چطور از دل این طوفان بیاین بیرون و سیستم عصبی خودتون رو نگه دارین. و امشب ما یک بخش‌هایی از نقشه کلی از تنظیم سیستم عصبی در بحران رو مرور می‌کنیم. یه بخشاشو و چند تا تکنیک هم حتما بهتون یاد میدم. اما خب این در واقع بخشی از مدرسه من نوعه، بخشی از ترم خلق یک من نوعه که به امید خدا 11 اسفند برگزار میشه. ترمی که قرار بود که ماه پیش برگزار بشه و تعداد زیادی ثبت نام کردن، ولی به خاطر حرمت این روزها در واقع نتونستیم ادامه بدیم. ولی این ترم 3 ماهه، برای تروماس، برای اضطراب، افسردگی، تنظیم سیستم عصبی. اونجا روی 9 تا ستون کار میکنیم، 9 تا ستون سلامت روان. و من فقط یه بخشایی از اون رو در واقع آوردم اینجا که بهتون کمک بکنم. خب شروع کنیم عزیزانم. وقتی بدن من اولین بار جنگ رو شناخت، خودم میخوام از تجربه خودم بگم. خیلی از دوستانی که توی گوگل میت هستن خیلی ممنون میشم که استیکرها رو کمتر بفرستن. به موقعش، حالا زمانی که لازم بود گوش بدین بیشتر عزیزان. ممنونم از اینکه ابراز احساسات میکنین. ولی میدونین حواس بقیه پرت میشه عزیزانم. خب من بین 4 تا 7 سالگی توی سنندج زندگی کردم. پدرم ارتشی بود و تو اون سن بدترین زمان بود، چون زمان جنگ بین ایران و عراق بود. میدونید دیگه تو اون سن فکر کنین 4 تا 7 سالگی یه بچه دیگه دنیا رو اصلا با تحلیل و خبر که نمیفهمه. با این میفهمه که صورت مامانش چطوره، بقیه چطور رفتار میکنن، چی میگن با صداها. و هیچ وقت یادم نمیره یکی از لحظات بسیار دردناک زندگی من از جنگ اینه که یه روز با مامانم و برادرم که 4 سال بود، خودم اون موقع فکر کنم 6 سال 7 سالم بود، رفتیم که یه مقدار بستنی بخریم تو همون سننجد. این ام، یه صحنه معمولی، آفتاب بود، خیابون بود، صدا آدمای کرد دلنشین بود و بعد یهو انفجار. اصلا من نمی‌فهمیدم جنگ یعنی چی. نمیدونستم حتی تو اون زمان کی داره با کی می‌جنگه. اما بدنم در تمام اون مدت یادم هنوز که چقدر من منقبض شده بودم و چقدر دیدن اون صحنه‌های وحشتناکی که داشتم می‌دیدم اصلا مثل فیلم بود برای من. و ترکش که هنوز توی پای من اثرش هست، هنوز یادآور اون روزهاست. ولی اون چیزی که مهمتر بود این بود که زخمی بود که دیگه دیده نشد. تو همون لحظه سیستم عصبی من یه قانونی رو نوشت که امنیت اصلا پایدار نیست. یه لحظه قبل تو داشتی بستنی میخواستی بگیری، ولی الان نگاه کن دور و بر تمام آتیش و دود و پر از آدمایی که کشته شدن. از اون به بعد بدن من یاد گرفت که اسکن کنه، همش اسکن کنه، صدا رو جدی بگیره، چهره ها رو بخونه، تهدید رو پیش بینی بکنه. و سال بعدش اتفاقاً که 7 ساله بودم، کلاس اولم بودم تو همون سنندج، پدرم درگیر شرایط جنگی بود. تو ارتش کار میکرد. مادرم تازه زایمان کرده بود و ما مجبور شدیم اون شهر رو ترک کنیم نیمه شب. شاید برای پدر مادر من تو اون زمان یک تصمیم بود، ولی برای من یکهو جمع کنی بری از سنندج بیایی به بلوچستان، واقعا فروپاشی نقشه این امنیت بود. اون روز نمیدونستم چه اتفاقی میافته.
در بدترین شرایط ممکن که تو پادکستم توضیح دادم، ما اومدیم به زایدان. مادری که تازه یه روز بود زایمان کرده بود و مشکلاتی که در تمام این مسیر وجود داشت. و من یادمه چقدر تو اون زمان من ترسیده بودم. سیستم عصبی من وارد حالت آماده باش مزمن شده بود، دیگه طولانی شده بود. و بعدها فهمیدم که در علم عصب روانشناسی بهش میگن وقتی تهدید تکرار میشه، مدار سمپاتیک در واقع فعال میمونه. آمیگدالا که مرکز ترس حساس تر میشه و بدن تو یاد میگیره که همیشه با تو حالت آماده باشه. این آمادگی البته عزیزان اون زمان به من کمک کرد که زنده بمونم. اما سیستم عصبی که تقویم نداره موند. اثرش تو بزرگسالی موند. سالها گذشت، من درس خوندم، مهاجرت کردم، ازدواج کردم، مادر شدم، رشد کردم، اما بدنم هنوز همون دفترچه قدیم رو همراه خودش داشت. بعدها متوجه شدم که صدای یه دفعه یه نفر میاد، تق میزنه، یه اتفاقی میفته، منو بیشتر از بقیه فعال میکنه، آماده باش میکنه. و اینکه یه تغییر اتفاق بیفته برای من خیلی سخت بود. نمیتونستم قبول بکنم. و بی‌ثباتی رابطه‌ای عمیق‌تر از حد منطقی منو میلرزوند، از بین میبرد. و همین باعث شده بود که من همیشه مسئولیت پذیر زیاد باشم که شده بود بخشی از شخصیت من. بعدها فهمیدم که این استراتژی بقای یه بچه بوده که فقط بزرگ شده. الان بچه‌های ما شاید همین تجربه منو دارن میگذرونن و شماهایی که اینجا هستین باید بدونین که علاوه بر اینکه خودتون تحت تاثیر این شرایط هستین، چقدر ممکنه بچه‌هاتون باشه. وقتی اولین بحران جدی بزرگسالی رو تجربه کردم، فهمیدم بدن من فقط به الان داره واکنش نمیده به این اتفاق، به دیروزهای دور داره پاسخ میده که در علم تروما بهش میگن implicit memory، حافظه ضمنی. حافظه‌ای که توش نمیشه توصیفش کرد. کلمه نداره، اما میره تو عضلات، توی تنفس، تو ضربان قلب، تو واکنشات ذخیره میشه. این یعنی بدن خاطره رو نگه میداره حتی وقتی ذهن تو فراموش کرده باشه. به خاطر همینه که بسل وندرکوک، کسی که خیلی رو تروما کار کرده، میگه تو یادت میره، بدن تو یادش نمیره. خلاصه سالها بعد وارد یکی از سختین دوران زندگیم شدم در جوانی، یعنی هولوش فکر کنم نزدیک 20 سال بودم. بدنم این دفعه یه جوری داشت واکنش میداد. این دفعه نه جنگ بود، نه حالت این بود که من فرار کنم از شرایطی، نه اینکه کس کنم و خاموش باشم. انگار سیستم عصبیم داشت میگفت که اگه خطر طولانیه تو زندگی تو، انرژی رو ذخیره کن. اون موقع خطر چی بود؟ تو زندگی شخصیم خطر داشتم، مشکلاتی که داشتم. و من وارد دوره‌ای شدم که من امروز اسمشو قشنگ میدونم. اون دوره افسردگی عمیق بود. اما اون زمان بیشتر برای من مثل این بود که من جولیت خاموش شده بود. البته کار میکردم، مسئولیتمو داشتم، اما در درون هیچ ذوقی نداشتم، هیچ انرژی نداشتم. شوقم خیلی کم شده بود. اتصال عاطفیم خیلی کم رنگ شده بود. امروز من روانشناس میدونم این همون چیزیه که تو نظریه پلیوگال بهش میگن خاموشی محافظتی. دورسال ورگال شاتدان. وقتی تهدیدها تو زندگی تو، سختی‌ها خیلی طولانی بشن، سیستم عصبی تو میگه ببین اگه نتونم بجنگم، اگه نتونم فرار بکنم، پس باید این مصرف انرژی رو بیارم پایین. دیگه قرار نیست چه خوشحال باشم اینقدر انرژی مصرف کنم. چرا؟ بذار همه کرکره خیلی جا رو میارم پایین. این هوشمندی تکاملی ماست. اما عزیزان اگه این حالت طولانی بشه، تبدیل به افسردگی میشه، افسردگی عمیق و طولانی. و خیلی از آدمایی که امروز میگن بی‌حسم، من امروز بی انرژیم، اصلا ندارم از رو تختم بلند بشم، همه چیز برای من بی‌معناست. چیزی که الان خیلی از مراجعینم و از خیلی از شما عزیزان تو دایرکت میشنوم،
یا تو مدرسه من اینا حامیان میگن بی‌معناست. نمیتونم تصمیم بگیرم. ممکنه خیلیامون توی مدت تو همین مدار قرار داریم. این بدن خسته‌ایه که چند هفته است تو جنگه، شاید هم چند ساله که تو جنگه. ولی من همیشه خبر خوب دارم برای شما. ببینید، همونطوری که سیستم عصبی ما یاد گرفته که در امنیت هم میتونه دوباره یاد بگیره، الانم داره یاد میگیره که میتونه شرایط رو به دست بیاره و بازآموزی بکنه. و اینجا دقیقا جاییه که کار ما از امشب شروع میشه. و میخوام بهتون بگم که من از اون روزها عبور کردم. با سختی البته، با فهمیدن خودم، با فهمیدن تروماهای خودم، سیستم عصبی خودم، تجربه‌های خودم، پیدا کردن معنا. اما اون تجربه یک درس خیلی مهم داشت تو زندگی من، اون تجربه‌های دردناک که گاهی جنگ ممکنه اطرافم باشه و بعد از یه مدتی تمام بشه، اما این جنگ در درون من راه افتاده و ادامه پیدا میکنه و تأثیر میذاره روی خودم، روی اطرافیانم. و اگه شما مدت طولانیه که فریز شدین، خاموش شدین، یا عصبانی هستین، خشمگین هستین، یا افسرده هستین، مضطرب هستین، این دقیقاً موضوع ورکشاپ بعدی ماست که 2 روز دیگه شروع بشه. میخوام در مورد افسردگی حرف بزنم که توی این مدت دچار شدیم، ولی الان بیشتر در مورد تنظیم سیستم عصبیه. خب امروز تفاوت من با اون جولیت کودک اینه که گفتم فهمیدم و مهمتر از همه یاد گرفتم که سیستم عصبی میشه دوباره آموزشش داد. چقدر اینو دوست دارم. واقعا میخوام بهتون بگم که امکان پذیره. ما میتونیم به مغز رو یاد بدیم که چطور در دل خطر بازم امنیت رو احساس بکنه. خب بریم روی اسلاید بعدی عزیزانم. دوستانی که توی اینستاگرام هستن بهتون بگم که ما داریم همزمان از گوگل میت هم در واقع ورکشاپ رو برگزار میکنیم. خیلی از دوستان اگه صورتم اینوره به خاطر اینکه اینجا عزیزان هم دوربین اینجاست و هم عزیزان زیادی در گوگل میت اینجا هستن همراه ما. و اینکه شما اگه دوست دارین که اینترنتتون پایدار نیست، قطع و وصل میشه، حتما با گوگل میت وارد بشین که اسلایدارم ببینین. لینکش در استوریای من هست. خب اسلاید بعدی نوشتم نوروسپشن. بدن قبل از ذهن تصمیم میگیره. این تصویر رو میبینین عزیزان؟ میخوام با یه سوال شروع کنم. چند نفر از شماها تو این چند هفته گذشته تجربه کردین که با یه صدا بدنتون میپره؟ قبل از اینکه فکر کنین، قبل از اینکه تحلیل کنین، قبل از اینکه چیزی بگین، بدنتون داره واکنش نشون میده. این اتفاق واقعا تصادفی نیست. سیستم عصبی ما هر لحظه، حتی همین الان، در حال اسکن محیط، حتی الان که تو نشستی و تو این ورکشاپ هستی، در زیر سطح آگاهی بدن دائما داره میپرسه آیا اینجا امنه؟ آیا باید آماده بشم؟ آیا باید کرکرر بدم و خاموش بشم؟ و تو عصب روانشناسی به این میگن نوروسپشن. تو باید بدونی که تو بدن تو چه اتفاقاتی میفته. اگه نفهمی نمیتونی به خودت کمک بکنی. نوروسپشن، اصطلاحی که دکتر استیوان پورچس تو نظریه پلیوگال معرفی کرد. نوروسپشن، خیلی نگران نباشین، من سعی میکنم که خیلی روان به شما بگم. نوروسپشن یعنی تشخیص خطر یا ایمنی بدون تحلیل ذهنی. یعنی قبل از اینکه جمله‌ای در ذهن تو شکل بگیره، بدن تو تصمیم خودش رو گرفته. مثال بزنم. فرض کنین که تو خیابون دارین راه میرین. یه ماشین ترمز میکنه. خب آیا اول تحلیل میکنین که این صدا مربوط به کدوم خودروه؟ یا اول شونه‌هاتون منقبض میشه، بدنتون جمع میکنین، میترسین یهو میپرین اینور؟ بدنتون اول واکنش نشون میده و بعد تحلیل میاد که چی شد، چه ماشینی بود، کی به کی زد. چرا؟ چون مسیر تشخیص خطر از آمیگدال عبور میکنه.
و خیلی سریعتر از قشر پیشانی که بخش منطقی مغزه عمل میکنه. خیلی سریعتر از این بخش عمل میکنه. تشخیص خطر از آمیگدال عبور میکنه، جایی که مرکز ترسه. یعنی بدن تو سریعتر از ذهن شماست. متوجه شدین؟ بدن شما سریعتر از ذهن شماست. این مزیت تکاملی عزیزان. اگه قرار بود ما انسان‌ها منتظر تحلیل منطقی بمونیم که احتمالاً هیچ وقت از دست تا الان نسلی از ما نمونده بود. بین اونشون همه شیر و هم زمانه قدیم حیوانات وحشی فرار نمی کردیم. خب حالا این اگه بیاریم به این شرایطی که تو این چند هفته داشتیم، وقتی شما ماها خبرهای ناگوار داری میشنوین، وقتی همش داری اسکرول میکنی و ویدیوهای وحشتناک رو داری میبینی، وقتی احتمال جنگ تو فضا پره، همش نگاه میکنی امروز 24 ساعت آینده 48 ساعت آینده قرار جنگ بشه، یک هفته دیگه مهلت مذاکراته. حتی اگه تو کیلومترها مثل منی که خارج از کشور هستم از خطر دور باشم، مغز ما ابهام رو به عنوان سیگنال بالقوه خطر ثبت میکنه و نروسپشن حساس تر میشه. تو این مدت این بنده خدا نروسپشن فوق‌العاده حساسه و آستانه تشخیص خطرش پایین میاد. برای همینه که این روزا خیلیاتون میگین که من خوابم سبک شده، بدنم همش تو حالت آماده باشه، شونه‌هام بالاست، فکم داره درد میکنه، اصلا کمر درد گرفتم، نمیتونم ریلکس بشم، یا حتی گاهی بی‌حس شدم، اصلا نمیدونم چرا اینطور، چرا همه ناراحتن، چرا من ناراحت نیستم. حالا اگه ما هممون خیلیامون ترومای زیادی هم داشتیم، اینم روش اومده، دیگه وضعیت رو برای ما سخت‌تر کرده. البته این حالت نشونه یک سیستم عصبی هوشمنده، داره وظیفه‌ش رو انجام میده. وظیفه‌ش میدونین چیه؟ سیستم عصبی حفاظت داره میکنه از ما. اما یه نکته خیلی مهم وجود داره. این نروسپشن فقط خطر رو تشخیص نمیده، ایمنی رو هم تشخیص میده، احساس امنیت هم تشخیص میده. یعنی همون سیستمی که میتونه تو رو وارد حالت این بکنه که آماده باش، میتونه تو رو به آرامش هم برگردونه. ولی اگه با دور و بره تو زندگیت پر از ابهام، تهدید، ترس باشه، همش تو خبرها رو چک میکنی، همش میگی خودت چی میشه، فردا چه اتفاقی میفته، سیستم عصبی تو در حالت منتظر ضربه بعدی میمونه. اصلا اجازه نمیده که تو اون حالت امنیت بره. ولی یه چیزی میخوام بگم، این آماده باشه طولانی که برای ما اتفاق میفته بدن رو خسته کرده، خیلی خسته کرده. پس اگه این روزا زود پرخاشگری میکنی، زود از کوره در میری، تصمیمای یهویی میگیری، بدون بدن تو اشتباه نمیکنه، بدن تو سریعتر از ذهنت شده الان و میخواد همش از تو محافظت بکنه. حالا سوال مهمی که شاید بپرسین که من چطور به این سیستم هوشمند کمک کنم بفهمه همش توی میدان جنگ نیست و کمکش بکنم. بریم روی اسلاید بعدی. با من هستین عزیزان؟ مرسی از همه شما که اینجا هستین. به امید اون روزهایی که فکر کنیم ورکشاپ های دیگه بذاریم و از چیزای دیگه باشه که به ما کمک بکنه. خب میدونم اون روز میرسه عزیزانم، شک ندارم. خب وقتی بدن احساس خطر میکنه 3 تا مسیر فعال میشه، 3 تا مسیر بقا فعال میشه. 3 تا مسیر چیه؟ میخوام بهتون بگم. اولین واکنش فایته، یعنی تنش، خشم، تحریک پذیریه، کنترل پذیریه. مثلا فکر کنید ساعت 3:40 صبح، 3:40 صبح یهو یه صدای تو بیدار میشی، اونقدر بلنده که مطمئنی که چی بوده، یعنی نمیفهمی که اون چی بود این صدا، اونقدر مطمئن نیستی، نه اونقدر حتی
بگی یه صدای یه چیزی بود رد شد. نه، یه صدایی که واقعا جدیه. چشماتو باز میکنی، ضربان قلبت یه ذره تنده، نفس خودت تیز میکنی، خودتو که چی بود، چند ثانیه سکوت میکنی. اینجا یعنی بدن تو جلوتر از ذهنت داره کار میکنه و دستت ناخودآگاه میره سمت گوشی. میری چک میکنی در واقع چی بود، روشن میکنی، دور و بر رو چک میکنی، یا حتی میری تو گوشی، تو یهو میری تو صفحه اینستاگرامت، واتساپت، بیدار میشی. میبینی بابا، اما برمیگردی، هیچ چیزی نیست، اما خواب دیگه بر نمیگرده، خواب از سرت پریده و صبح خسته تر از قبل بیدار میشی. چرا؟ چون بدنت هنوز تو حالت آماده باشه، بدن تو هنوز در حال اسکنه، خطر هست یا نه. و من فکر میکنم این اتفاق برای خیلی از شماها، خیلی از ماها در این مدت آشناست. این سیستم عصبی شماست که در حالت بقاه. وقتی بدن احساس خطر کنه، 3 مسیر فعال میشه. چون بدن ما برای زنده نگه داشتن ما طراحی شده. خیلی خوبه که شما اینا رو بدونید. تو نظریه پلی‌وگال ما 3 تا مدار اصلی داریم. تو مدرسه مننو ترم خلق یک مننو که به امید خدا 2 مارس یا 11 اسفند شروع میشه، خیلی در مورد این چیزا عمیق‌تر حرف میزنم. اینقدر ذوق داشتم همیشه که حتی دیدم یک مامان بزرگ تو اون ترم بوده و کار کرده، چون که خیلی مطالب رو ساده ما میگیم، چون تمام هدفم اینه که تو باید بتونی روی تنظیم سیستم عصبیت کار کنی بر اساس اون ورکشاپ ها، مدیتیشن ها. خلاصه اونو اینجا خیلی تعریف میکنه. حالا من یه مقدار براتون میخوام بگم که ببین تو نظریه پلی‌وگال ما 3 تا مدار داریم. مدار ایمنی باش، مدار بخشین مدار ایمنی باش، مدار ایمنی اجتماعی و مدار خاموشی محافظتی. خب وقتی در مدار ایمنی هستیم، حالمون خوبه، میتونیم فکر کنیم، خب گوش بدیم، گفتگو بکنیم، تصمیم بگیریم. اما وقتی اون مدار تهدید فعال میشه، چه صدا، چه تصویر، چه خبر، چه احتمال، سیستم ما تو حالت آماده باشه. نفسمون سطحی میشه. یکی از مشکلات جدی این روزا اینه که خیلیامون اینقدر نفس کم کشیدیم، این نفس‌های کوتاه کشیدیم که درد میگیره قفسه سینمون. بدنمون همش تو حالت اینه که آماده شو، آماده شو، خطره، آماده شو. اگه این تهدید کوتاه باشه، بعد از مدتی برمیگردیم. اما اگه تهدید مزمن بشه، طولانی بشه، مثل الان چندین هفته است ما تو این حالت هستیم، خبر مرگ، سوگ، احتمال جنگ، ابهام، سیستم ما فقط تو حالت آماده باشه و این آماده باشه طولانی بدن ما رو خیلی فرسوده میکنه. و وقتی که این انرژی تخلیه بشه، این انرژی به صورت تنش، به صورت خشم، به صورت تحریک پذیری، به صورت کنترل، تو واکنش فایت، سیستم خسته میشه. اون وقت یه حالت دیگه هم وجود داره به اسم واکنش، که تو این مدت چقدر شما بیقرار بودین، اضطراب بودین، واکنش فلایت، بیقرار بودین، ذهنتون شلوغه، اجتناب میکنی بعضی وقتا از هر چه مهمونی دعوتیه، از هر چه حتی احساس گناه داریم میکنین. و یه حالت دیگه هست به اسم واکنش فریز میشین. اینجاست که ما میگیم دیگه توان ندارم، انگار بی‌حسم، هیچ چیزی برای من مهم نیست، تصمیم گرفتم برای من سخت شده، حرکت کردن برای من سخت شده، دیگه نمیتونم برم ورزش بکنم. این یعنی واگ پشتی فعال شده، یعنی یک خاموشی محافظتی. و تو جامعه امروز ما تو ایران به خاطر این شرایط هر 3 تا این مدار همزمان داره بیدار میشه. مدت طولانیه که فعاله در همه ما. بعضی تو حالت آماده باشن، خشم دارن، تحملشون پایینه، بحث میکنن، کامنت های ناراحت کننده میذارن، با خانوادهشون بحث میکنن. بعضی ها در فرارن، مدام خبر رو چک میکنن، تو خودش کس کرده، فقط داره خبر گوش میکنه، اسکرول میکنه، مدام بیقراره.
و بعضیا خاموش شدن. انگار دکمه‌شون رو زدیم و خاموش شدن. بی انرژی، بی انگیزه، بی حسن. این تنظیم عصبی یک جامعه‌ای که تحت تهدیده و من خیلی ناراحتم بابت این وضعیتی که میدونم چه اتفاقی داره میفته و میدونم چه عواقبی میتونه داشته باشه این حالت در طولانی مدت، چون گفتم تروما رو تروما داره سوار میشه. و اگه نتونیم این وضعیت خودمون رو نجات بدیم، واقعا دارم میگم اثراتی خواهد داشت چندین ماه و چندین سال بعد که واقعا بسیار سخت‌تر خواهد بود. درگیر شاید افسردگی، اضطراب و چیزای دیگه بشیم. ولی باید بدونی باید الان روی خودت در واقع کار بکنی. مغز ما پیش بینی محوره. اگه نتونه آینده رو پیش بینی بکنه، بدترین سناریو رو داره فعال میکنه تا آماده بشه. سیستم عصبیمون تو این روزها که تو حالت خشمیم، اضطرابیم، چی میشه؟ در حال تلاش برای محافظت از تو، ولی خیلی داره طولانی میشه و تو نمیدونی که چه داره بر تو داره اتفاق میفته. ولی یادت نره هر کدوم از این واکنش‌ها رو داری تو این اسلاید میبینی، اینا شخصیت تو نیست. این وضعیت سیستم عصبی توه و یه وضعیت همینطور بمونه، گفتم شاید سخت‌تر میشه برای تو. خب این تصویر رو میبینین عزیزانم. حالا عزیزانی که توی این اینستاگرام هستن نمیبینن، چون یه سری از دوستان اینجا تو گوگل میت هستن میبینن. اجازه بدین نقشه رو برای شما واضح شرح بدم عزیزان. سیستم عصبی ما یه دکمه خاموش روشن نیست، بزنیم تق روشن خاموش، نه، یه طیفه. ببینید در بالای این طیف مدار ایمنی اجتماعیه. هم بالا می‌بینید نردبون مرده رفته بالا، مدار ایمنی اجتماعیه. وقتی این مدار فعاله میتونیم فکر کنیم، گفتگو بکنیم، بخندیم، تصمیم بگیریم، اصلا انعطاف پذیریمون خیلی بالاست. اینجا همون جایی که انسان واقعا در بهترین حالت ممکنشه. اما وقتی خطر و سختی و تهدید فعال میشه، سیستم میاد یه لول پایین‌تر بین قسمت سیستم سمپاتیک. سیستم به یک حالت آماده باشی میره. آماده باش چطوره؟ انرژی، ضربان قلب تندتر میزنه، ذهن تیزتر، آماده است که اتفاقی ممکنه بیفته و بدن هر لحظه وارد حالت اقدام میشه. یا احتمالاً میجنگه یعنی که با همه سر و صدا، دعوا، ناراحتی، یا فرار میکنه، کز میکنه، هیچی نمیگه. اگه این شرایط تو این وضعیتی که باشیم کوتاه باشه، بعد از مدتی دوباره برمیگردیم به اون طبقه بالاتر، ایمنی اجتماعی برمیگردیم. اما اگه تو همین حالت برای ماها باشیم، خبر مرگ، احتمال جنگ، همه چیزی که وجود داره، این سیستم، این نردبون رو میبینید دیگه نمیتونه بره بالا. بعدم خسته میشه و هی میاد پایین‌تر. و خستگی سیستم اون رو میبره به پایین‌ترین لایه، به سیستم واگ پشتی، به خاموشی. اینجاست که من فکر میکنم جامعه ما الان بین این دوتا هستن، بین سیستم سمپاتیک و سیستم واگ پشتی. اینجا یعنی دارن هی میان همین توی پایین، چون آگاهی هم نیست، نمیدونن که چطوری باید به خودشون کمک بکنن، کم آگاهی است. اینجاست که خیلی دارن میان بابا دیگه توان ندارم. چند روز پیش مراجعه من یه ایرانی عزیز که از آمریکا بود، فقط داشت میگفت خانم تو نمیدونم، تمام زندگی من تعطیل شده و فقط گوشی به دستم، مچم به دست اومده، خواب ندارم. این مکانیسم محافظتیه ولی داره طولانی میشه. اگه همینطوری طولانی باشه به افسردگی تبدیل میشه. جامعه ما امروز بین این دوتا لایه در نوسانه، یه روز خشم بالا، یک روز ما بی‌حس میشیم. یعنی سیستم عصبی جمعی ما بین حالت آماده باش و حالت خاموشی هی معلقه، نمیتونه بره بالا. و اگه این مدار ایمنی اجتماعی دوباره فعال نشه، فرسودگی جمعی عمیق‌تر میشه. پس سوال ما اینه که چرا اینطور شده؟ چطور سیستم رو دوباره بالا بکشم؟ و من اینجا یه سری نکاتی رو به شما میگم، هرچند وقت کمه یه مقدارش رو. اگه کسی، ولی تو باید بدونی جامعه ما متاسفانه جامعه که
بگو، تکنیک بگو، سریع بگو تکنیک بگو من انجام بدم، ولی نمیشه. تو باید از بدن و ساختار خودت بفهمی چه چیزی ارزشمندتر از بدن خودت، سیستم عصبی خودت، روان خودت. اگه کسی مدت‌ها بین این آماده باش و خاموشی در نوسان باشه، با یه جلسه و یک تکنیک فوری کافی نیست. ما تو این وضعیت خیلی موندیم، ما باید خیلی رو خودمون کار کنیم. به خاطر همینه که من حتی این ترم خلق یک من نو رو یه مقدار بازم یه ذره یه سری 8 تا ورکشاپ داره دیگه به مدت 3 ماه. بازم یه سری تغییراتی دارم میدم که رو گسترش پنجره تحمل کار کنیم. چیکار کنیم اضطراب رو به صورت ساختار یافته در بیاریم. ما قرار نیست تهدید رو حذف کنیم عزیزان، ما قراره که ظرفیت تنظیم رو ببریم بالا. خب بیاین اینجا اسلاید بعدی. چطور سیستم عصبی رو دوباره به ایمنی برگردیم، به حالت اجتماعی ایمنی؟ خب اینجا الان هستیم. تکنیک اول ببینین ریست نروسپشن، باز تنظیم تشخیص خطر. همونطوری که بهتون گفتم سیستم عصبی ما لحظه‌ای متوقف نمیشه. چقدر من این رو دوست داشتم از وقتی که فهمیدم که چه سیستمی هست توی بدن ما. حتی الان که همینجا من و تو نشستیم، بدن ما آگاهانه در حال اسکنه. با فکر، با تو بحرانا، با هر چیزی. و الان گفتم نورسپشن ما خیلی حساس شده. چون مغز تو حالت بقا هست همش. و این همون سیستمیه که خطر رو تشخیص میده، ایمنی رو هم تشخیص میده این نوروسپشن. و میتونیم اینو بازآموزش بکنیم. نه اینکه بشینی مدیتیشن بکنی حالا ولش کن با چند تا نصیحت، با چند تا کلمه انگیزشی، نه، با تجربه مستقیم، با تمرینات عصبی منظم با تو این کار انجام بدی. یه تمرینی که میتونی شما ریست بکنین نروسپشن خودتون رو چیه؟ یک تمرین عملی میخوام بهتون بگم. تغییر جهت اسکن. تغییر جهت اسکن. به این صورت ستون فقرات خودتون رو صاف بکنین. نه سفت، حالت بیدار، ریلکس، نه شل اینطوری هم نه. صاف. حالا سر خودتون رو خیلی آروم به سمت راست بچرخونین. عجله نکنین. و بعد به سمت چپ. آروم به چپ. چند بار آروم. راست، چپ. خیلی آروم. این حرکت ساده یه پیام مهمی به مغز شما میده. من در حال بررسی محیطم. کنترل دست منه. کنترل دست اون گوشی نیست که دارید چی میبینی. خب چند بار، 3 بار، 4 بار که کردی، حالا با چشمات 3 تا چیز خنثی یا امن رو پیدا کن. مثلا ببینه وای میسی دیوار، صندلی، لامپ، 3 تا چیزو، نور و اسم ببر. یا ببری چون اینجا یه سری سیستم عصبیه که فعال میشه، بخاطر میگه اسم ببر. یه دیوار، آسمون، پنجره است. وقتی چیزی رو دیدی 3-4 ثانیه مکس و سری نرو روی اینکه پنجره، دیوار. این پنجره است. این دوربینه. این لامپه. و بعد نزدیک به 30 تا 45 ثانیه سکوت. این چیزی که انجام دادین تغییر مسیر اسکنه. یعنی اینکه از ذهن تو که الان یهو در حال ناراحتی و غم و تهدید و دلنگرانی بوده، داری برش میگردونی که ببین اینجا امنه. و وقتی که تو میدان دید رو گسترده میکنی، سعی کن ببینی. ببین وقتی که ما همش اینطوری هستیم، سیستم عصبی ما همش تو حالت آماده باشه. ولی پهن کن، دیدت رو پهن بکن. ببین عصب واگ قدامی تو فعال میشه. این همون مداریه که با احساس ایمنی اجتماعی مرتبطه. تو تهدید مزمن چشما کوچیک میشن، دیدمون تونلی میشه، بدن همش تو حالت آماده باشه. اما وقتی این نگاه گسترش پیدا بکنه، سیستم عصبی شما یه پیام میگیره که الان شکارچی اینجا نیست، الان امنیت، خطری نیست.
همین یه تمرین کوچیک نوروسپشن شما رو از اون قفل خطر خارج میکنه. در طی روز چندین بار این کار رو انجام بدین. الان تو جامعه ما که مدام خبر قفل کردیم رو خبرها، اگه ما آگاهانه ایمنی رو تثبیت نکنیم، سیستم ما همینطور که هست تو حالت آماده‌اش میمونه و شاید رو بدتر برای ما میکنه. ما به بدنمون باید یاد بدیم که همه جا میدان جنگ نیست. حتی عزیزان اگه جنگم بود این تمرین رو بارها انجامش بدین. بدن وقتی ایمنی رو ببینه آرومتر میشه. نه اینکه فقط دربارش بشنوه، تو باید انجام بدی. تکنیک بعدی bottom up regulationه. تنظیم از طریق بدن، نه از فکر. تو بحران، تو شرایطی که سخته، ما زیاد با خودمون حرف میزنیم، فکر میکنیم. اگه سیستم عصبی تو حالت تهدید فعال باشه، این جمله تو قشر پیشانی میچرخه. اینه که میگی با فکر کن، فکر نکن، ولش کن، هیچ چی نمیشه. تا همینجا میچرخه، اصلا نمیره جایی. همینجا. چون تو حالت تهدید مزمنه، چون سیستم عصبی اجازه نمیده که این کلمات مثبتی که داری به خودت میگی نشست بکنه توی مغزت. چون آمیگدالا جلوتر از منطق فعال شده. بدن سریعتر از فکرت داره میدوه. پس تنظیم واقعی باید از بدن شروع بشه، نه از اینجا. تکنیکی که میخوام بهتون یاد بدم، همین الان هم میتونین انجامش بدین. فشار دادن زمینه، گراندینگ. پاهاتون رو کامل روی زمین بذارین. کف پاتون یه مقدار فشار بدین، نه زیاد. فقط آگاهانه مقدار فشار بدین. بدن وقتی وزن خودش رو حس میکنه به زمان حال برمیگرده. و تو زمانی که تهدیدها خیلی بالا هستن، این فشار کف پا انرژی رو یه مقدار تعدیل میکنه. خب این کارا رو بکنید. یا میتونید دستهاتون رو مشت بکنین، 5 ثانیه نگه دارین و بعد رها کنین. مشت و بعد رها. این کار ساده سیستم آماده باش رو تخلیه میکنه. وقتی شما یه عضله رو منقبض و رها میکنین، بدن یه پیام میگیره که اقدام کامل شد. من دارم نیتم. پس یکی از این کارهایی که گفتم شما باید از بدنتون به وجود بیارین، تمرینای گراندینگ کف پا به زمین باشه. حتی توصیه که من به شما دادم که خیلی خودم انجام میدم، روی زمین نه تخت، دراز بکشین. وزنتون رو بسپارین به زمین. نمیدونین چه حس خوبی داره. رها بکنین. فقط چشاتون رو ببندین چند دقیقه. و اینکه گفتم عضلات و یک تکنیک دیگه ای تخلیه آماده باشه. که همینی که گفتم، دستا رو مشت میکنین، ول میکنین، مشت میکنین، ول میکنین. مداخله یا تکنیک سوم بازدم طولانیه. یک دم آروم و بازدم طولانی تر. دیگه اینقدر من تکنیک های تنفس زیادی رو توی ترم خلق یک من نو میگم. و که هر کدوم برای اینه که اضطراب کم بشه. اینو یادتون نره، بازدم طولانی سیگنال مستقیم به عصب واگ میفرسته و عصب واگی که ضربان قلب رو تنظیم میکنه. خب ببینید انگار یه شمع فوت میکنی و شکمتون خالی خالی میشه. چندین بار در روز عزیزان این کار انجام بدین. و وقتی که از بدن ما شروع میکنیم، سیگنال از اعصاب محیطی، ببینید فکر نکنید سیستم عصبی ما اینجاست، تو تمام بدن ما، تو روده های ماست. از تمام این بدن ما به ساقه‌های مغز میره. به خاطر همین میگن از بدن شروع کن تا به مغز برسه. اینجا به سیستم لیمبیک و بعد به قشر منطقی میرسه. پس یعنی وقتی تو از بدن از پا شروع میکنی، سیستم اعصاب این سیگنال رو میگیره و مسیر اضطراب رو معکوس میکنه. اضطراب رو از بالا به پایین پخش میکنه. این بهش میگن نوروفیزیولوژی. و توصیه‌ای که به شما دارم، حتما این کارا رو انجام بدین. تکنیک بعدی ساختن سیگنال‌های ایمنی اجتماعی. ما تا اینجا درباره بدن حرف زدیم. اما سیستم عصبی ما انسان‌ها سیستم اجتماعیه. یعنی ما طوری تکامل پیدا کردیم که ایمنی در حضور افراد دیگه تنظیم میشه. با یه نگاه آروم، با یه لبخند، با یه صدای آرامش بخش.
با یه تماس انسانی با قابل اعتماد ضربان قلب رو تغییر میده. و توی بحران‌ها، به خصوص این بحران اجتماعی که به وجود میاد، به نظر من فقط این نیست که ما مضطرب بشیم، اعتماد اجتماعی هم کاهش پیدا میکنه. و وقتی که اعتماد اجتماعی کم میشه، بیشتر مردم در واقع تو گوشی فرو میرن، کمتر نگاه میکنن. و سه نوع ایمنی که باید بسازیم، ما باید بسازیم، ایمنی رابطه‌ایه. حداقل شما باید یک انسان امن داشته باشین. کسی کنارش تو رو قضاوت نمیکنه و تو میتونی در موردش حرف بزنی. ایمنی محیطی داشته باشین. نور خونتون ثابت باشه، سر صدا کم باشه، خبر کم باشه، یه گوشی باشه که تو دوستش داری. و ایمنی پیش بینی پذیر، یعنی یه روتین کوچیک داشته باشی. من چند وقت پیش در مورد آیین‌ها حرف زدم. یه ویدیو هم تو یوتیوب گذاشتم. یه زمان مشخصی رو برین حمام، یه زمان مشخصی نوشیدنی بخورین، یه زمان مشخصی رو حرکات بدن انجام بدین، با یه دوست ارتباط برقرار بکنین. پس ساختن سیگنال‌های ایمنی واقعی این حتما نیست فقط با رابطه. سه نوع ایمنی باید بسازیم. ایمنی رابطه که یکیش انسان امنه، ایمنی محیط اطرافتو دلپذیر و ایمن بکن، و ایمنی پیش بینی پذیر، روتین هایی که میتونی انجامش بدی. یه پیاده روی که هر روز داری تکرارش میکنی. چرا؟ چون وقتی سیستم عصبی ما الگو میگیره آروم میشه. خب بریم روی اینجا. این اسلاید آخر عزیزانم، 3 ستون آمادگی روانی در بحران. اول از همه ظرفیت عصبی. این ظرفیت یا کپاسیتی خیلی موضوع مهمیه توی روانشناسی. ما باید ظرفیتمون رو بیشتر بکنیم. ظرفیت اینه که بتونیم در دل این رنج‌ها بمونیم. البته فکر می‌کنم ما یک ملتی هستیم که خیلی بیشتر از بقیه داریم این ظرفیتمون بیشتر میشه. ما ماهاست داریم با چیزی زندگی میکنیم که اسمش فقط استرس نیست. این تهدید مزمن، ابهام، سوگ. میدونین چرا الان ویدیوهای سوگی که داره در میاد، یکی از این حرکات دارن میرقصن و سوگواری میکنن؟ من روانشناس میدونم یعنی چی. اتفاقا خوبه، خیلی کمک میکنه به سیستم عصبی، بسیار به سیستم عصبی اون افراد و حتی تویی که داری میبینی بسیار کمک کننده است. چون حرکته، چون با تمام بار احساس توش هست. کز نکردی، تو داری این ناراحتی رو پخش میکنی، داری میدی به دست بقیه آدما. خیلی خیلی غم انگیزه واقعا. این نوع سوگواری رو من هیچ جا ندیدم، ولی الان داریم میبینیم. 3 ستون باید ساخته بشه: بدن، رابطه و معنا. اول تو ظرفیت عصبی میگم که در مورد بدن توضیح دادم برای شما. بیشتر از این نمیخوام به شما خیلی چی بکنم، چون توضیحاتشو بیشتر توی ترم خلق یک من نو هم میگم که یه حضور داشته باشین. ببینین تو سطح انسانی یعنی یا آماده باش، خشم، تحریک پذیری، بیخوابی، ذهن شلوغ، یا خاموشی. بذارین من بیارم: بی‌حسی، خستگی عمیق، بی‌انگیزگی. و خیلی بین این 2 تا قطب ما در نوسانیم، یا خشمیم، حالت آماده باشیم، یا خاموشیم. ظرفیت یعنی چی؟ یعنی این گسترش، این پنجره تحمل، یعنی بتونیم خبر رو بشنویم، ناراحت بشیم ولی دوباره برگردیم تو این پنجره تحملمون. من خودم این مسیر رو بارها تجربه کردم. گفتم بهتون بدنم در بچگی یاد گرفته بود که همیشه باید آماده باشه. اسمش از فریز مزمن. اگه طولانی بشه افسردگی میشه. ولی شما احتمالاً در مورد سیستم عصبی انعطاف پذیر شنیدین، نوروپلاستیسیتی، برای بازآموزی امنیت. یعنی سیستم عصبی ما در هر سنی میتونه چیزی رو یاد بگیره. و من توصیه که دارم بهتون خبر رو دوزبندی بکنیم و اینکه ظرفیتتون پر نشه. آگاهانه حرکت‌های کوتاه روزانه داشته باشین. بازدم انجام بدین. خوابتون رو جدی بگیرین. و کارهای کوچیک ولی عمیق انجام بدین. چون هر بار که سیستم رو میاریم به اون ایمنی اجتماعی، به اون لول بالا، نردبون بالا، این مدارهای ایمنی قوی تر میشن.
و شبکه دوم این که شبکه حمایتی گفتم رابطه 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 بی دلیل نیست که من همش میگم روابط انسانی شفادهنده است، چون اینا رو فقط جمله نیست، چون اینا دارم میبینم تو تحقیقات. سیستم عصبی انسان اجتماعیه و ایمنی پایدار معمولا در حضور انسان اهم شکل میگیره و توی بحران‌ها اعتماد ترک میخوره. ما با هم حمله میکنیم، ناراحت میشیم، غمگین میشیم، دوباره باز هم دیگر میبخشیم. این یعنی مدار ایمنی اجتماعی ضعیف میشه و شبکه حمایتی یعنی حداقل یک یا دو جزیره امن من دارم. یک یا دو جزیره امن یعنی یک یا دو نفر امن دارم. کسی که تو حضورش لازم نیست نقش بازی کنم، کسی که وقتی باش حرف میزنم بدم یه حالت جمع نیست، قشنگ رها هستم، مجبور نیست که ثابت کنم من آدم خوبی هستم. و تو این بحران‌ها رابطه زیربناست، خیلی مهمه. و ستون بعدی معنا، ستون نجات. ستونی که به نظر من اگه نباشه اون دو تا ستون دیگه هم دوام نمیارن. معنا، پیدا کردن معنا تو شرایط مرگ گسترده و این ابهامی که وجود داره. بزرگترین خطر فقط ترس نیست، پوچیه. وقتی مغز نتونه رنج رو در چارچوب قرار بده سیستم خاموش میشه، چون جهت نداره. ولی ما تو همین شرایط معنای زندگی رو دیدیم. تو مادری که با وجود اضطرابش بازم برش بچهش داره هر شب قصه میخونه. در پزشکی که با وجود ترس بازم سر کار میره، چون ارزش مراقبت رو از دیگران رو انتخاب کرده. ببینید که کنار هم هستیم. ببینید معنا داشتن همیشه این نیست که کرکتای قهرمانه داشته باشیم، نه. ما تو روانشناسی وجودی میدونیم که وقتی رنج در خدمت یک ارزش قرار میگیره ظرفیت افزایش پیدا میکنه. نه اینکه درد کم شده، نه، چون جهت پیدا کرده. ما باید الان به این رنج، سختی یه معنایی باید بدیم. معنا یعنی این بحران، این وضعیت هویت منو تعریف نمیکنه، شخصیت منو تعریف نمیکنه، نه. من انتخاب میکنم که چه انسانی بمونم. من شاید آینده رو نتونم کنترل بکنم، اما میتونم انتخاب کنم الان در حال حاضر چی کار بکنم که ادامه بدم. و وقتی که تو این معنا رو در زندگیت فعال میکنی، سیستم عصبی پیام میگیری که من هنوز نقش دارم. من هنوز نقش دارم. ولی یه چیزی در مورد سوگواری بهتون بگم. پذیرفتن این درد، این رنج که چندین هزار نفر مردن، کشته شدن. احتمالاً عزیزانی هستین اینجا که خانواده هاتون در واقع درگیر شدن و خدایی نکرده کشته شدن. شاید نتونیم بپذیریم هیچ وقت و باید یه جوری با این درد کنار بیاییم. من میخوام با یه واقعیت شما رو روبرو کنم. واقعا شاید نشه. یعنی نمیتونیم بگیم ما از این سوگ باید هر جور شده رد بشیم. زمان میبره. حتی گاهی ممکنه برای اون عزیزان یه زخم بزرگ باشه. سخته. ولی ما باید ادامه بدیم برای خودمون، خانوادهمون، جامعهمون، آدمایی که به ما وصلن و ما براشون مهمیم. برای آینده. و جمله آخر، نجات دهنده در درون شماست. من کامنت ها رو باز میکنم تا عزیزان صحبتی دارن، حرفی دارن، حتما بگن. چطوری باز میشد؟ اوکی، تو کامنتی. چقدر سخت بود واقعا. مرسی از همه شما. ممنون به خاطر وجود شما. من واقعا قدردان وجود شما هستم. ما باید کنار هم دیگه باشیم. شرایط سختیه، میفهمم. کاملا میفهمم. در مورد مدرسه من نو، ببینین این ترم مدرسه من نو 3 تا ترم داره که این ترم خلق یک من نو که در واقع ترم نجات دهنده است. گفتین بپرسم. نگران نباشین. حتما عزیزانم این رو تو یوتیوب میذارم برای شما.
به امید خدا از 11 اسفند شروع میشه 3 ماه. قرار بود 1 ماه پیش اینو شروع بکنیم ولی نشد. من مدرسه منو اولین مدرسه سلامت روان عزیزانم و واقعا دوست دارم. امیدوارم همه شما یه روزی بتونیم وارد بشین. مدرسه‌ای که واقعا با تمام دغدغه‌ام ساختم، با تمام دلنگرانی که داشتم برای مردم، با تمام اون رنجی که خودم رد کردم و با کمک اساتید آلمانی و امیدوارم که حضور داشته باشین یه زمانی در واقع و این سعی کردم تو این شرایط کمک بکنم حتی با اینکه هزینه‌اش حتی در واقع مرسی از عزیزانی که تو این دوره بود تو این ترم بودن و دارن می‌نویسن. حتی سعی کردم هزینه‌اش مثلا چندین برابر کمتر بکنیم. هزینه اصلیش اگه به یورو به اون هزینه اصلی نگاه کنیم 34 میلیونه ولی خیلی تخفیف گذاشتم برای کسایی که از ایران هستن. البته امیدوارم همیشه گفتم عزیزایی که خارج از کشور هستن بدونن که این یک کمک در واقع برای عزیزانی که داخل ایران هستن و امیدوارم که دوره بعدی عزیزانم همین یعنی ثبت نامش یه گروه ثبت نام کرده بودن که می‌خواستیم شروع بکنیم اما نشد متاسفانه ولی 11 اسفند شروع میشه 3 ماه روی افسردگی روی تروما روی اضطراب ورکشاپ میدیم مدیتیشن میدیم و خوشحالم که تو این مدرسه من نو تا الان تو این 1 سال و نیم بالای چندین هزار نفر وارد شدن. سارا چقدر خوشحالم سارا جان که این تجربه رو داشتیم. آم، چطور میتونیم شرکت بکنیم؟ ثبت نام مجددش قرار جمعه باز بشه که شما میتونین جمعه در واقع جمعه شنبه یک شنبه همین هفته و بعدش هم دوشنبه شروع میشه دیگه دوشنبه شروع میشه ولی همه جلسات هم ضبط میشه عزیزانم یعنی همه جلسات ضبط میشه برای شما تا در واقع بتونین هر زمانی دوست داشتین نگاش بکنین هر زمانی نگران قطعی اینترنت نباشین چون ضبط میشه ولی 3 ماه رو هم من و هم تیم پشتیبان با این برنامه آلمانی درجه کنار شما هستیم. پیش ثبت نام واقعیتش برنامه‌ریزی نکردم ولی دلم میخواد الان اینو تصمیم گرفتم دلم میخواد به عزیزانی که تا اینجا بودن هدیه بدم یه هدیه‌ای که بتونم با تخفیف همین امشب اگه ثبت نام بکنن تا 12 شب به تیم پشتیبانی پیام بدین یه تخفیف 10% داشته باشین روی اون قیمت اصلی. به نظر من ارزشو داشت که در واقع روی اینجا بودیم و این برای من مهم بود. دلم میخواد این کار رو بازم بکنم و تا امشب فقط لطفاً به تیم پشتیبانی پیام بدین و یا به توی در واقع به دایرکت بدین الان تا شرایط رو براتون ارسال کنم. ثبت نام تا که با این پیش ثبت نام و فقط همین الان یهو تصمیم گرفتم واقعا کارهای من همیشه اینطوریه که هست ولی هزینه رو میتونین با 10% تخفیف بگیرین. هزینه برای عزیزانی که ساکن ایران هستن بسیار کم کردم ولی برای عزیزان داخل خارج از کشور همون هزینه قبلی بازم یه تخفیفی 10% روش میدیم. خیلی خوشحالم که اینقدر تجربه خوب امیدوارم باشیم و این مسیر رو ادامه بدیم عزیزانم خیلی مهمه.